نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. در اول این سوره مبارکه خواندیم خداوند تعالی سه گروه را یادآوری می فرماید: مقربان، اصحاب یمین و اصحاب شمال. بالاجمال ذکر هر سه گروه آمد. بالتفصیل اول مقربان ذکرشون به میان آمد و بعد از آن اصحاب یمین و آنچه که اینجا میخوانیم ذکر اصحاب شمال هست. الله عزوجل در رابطه با اصحاب الشمال میفرماید مراد از اصحاب الشمال انسانهایی که نامه اعمالشان به دست چپ داده میشه، انسانهایی که در دنیا اونها الله عزوجل را ناراضی کردند، نافرمانی کردند، شرک کردند، کفر کردند. خداوند تعالی جزای اصحاب الشمال را در این آیات بیان می فرماید: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اصحاب شمال چقدر بد هست و چقدر نابرابر است وضعیت و شرایط اصحاب شمال. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. اصحاب شمال در سمومند. سموم یعنی چه؟ سموم باد سوزان را میگویند. امام راغب در مفردات خودش نوشته: السموم الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم. سموم اون باد سوزان را میگویند که تأثیرش مثل تأثیر سم هست. الله عزوجل میفرماید این اصحاب شمال در شرایطی هستند که چنین باد سوزانی بر اونها میوزد. و حمیم، و در آب جوش هستند، آب بسیار داغ و آب جوش که با اون آب پذیرایی می شوند. و ظل من یحموم، و سایه از دود هست برای اونها. انسان میخواد بره زیر سایه برای اینکه خنکی حاصل بکنه، به جای اینکه خنکی حاصل بکنه دود دیگه از
کوره در میاد، اون خودش گرمی میاره، گرمی تولید میکنه. لذا الله میفرمه و ظل من یحموم، و سایه از دود برای اونها خواهد بود، لا بارد ولا کریم، نه خنک است و نه کریم. معنی اینه که نفع روحانی هم نداره، نه نفع جسمانی داره نه نفع روحانی. بارد جایی که انسان از بدنش راحت باشد، از نظر مادی، از نظر راحت. کریم جایی که انسان اعزاز بشه، اکرام بشه. وقتی که به انسان شخصیت داده بشه، انسان هم یه مقدار مطمئن میشه، ولو اینکه در سختی ها باشد. حال الله عزوجل دلیل را بیان میفرماید که این انسان ها در این مخمسه، در این بدبختی، در این شکنجه چرا؟ الله میفرماید انهم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم. این انسان ها، این دلیل عذاب است، این انسان ها قبل از این خوشگذران بودند، در دنیا دنبال خوشگذرانی بودند، دنبال تعیش بودند، عیش راحت. بعضی ها در دنیا طوری برنامه ریزی دارن برای زندگیشون که گویی فقط اینجا میخواند یک زندگی راحت داشته باشن، زن خوب، سواری و مرکب خوب، منزل خوب، باغ خوب، همش دنبال خوشی، خوشگذرانی، راحت، تفریح. هیچ وقتی به دنبال رضای مولا نیستند، به دنبال طاعت و عبادت نیستند، به دنبال نیایش با خدا نیستند. لذا اینه که شب روز هم مغمش فقط طرف هست، خوشی هست. لذا الله میفرماید اینها در دنیا دنبال خوشگذرانی بودند. و کانوا یصرون علی الحنث العظیم. کسی در دنیا به دنبال خوشگذرانی خواهد بود که اعتقادی به آخرت داشته نباشد. همیشه خصلت مشرک اینه، دو چیز بزرگ داره، دو گناه بزرگ، یکی شرک، یکی انکار قیامت. اینجا اشاره است که اینا مشرکینند، اینا کفارند. یکی این که در دنیا دنبال خوشگذرانی بودند چون اعتقادی به آخرت نداشتند، باور نداشتند آخرت را. و دوم و کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اصرار می‌ورزیدند بر گناه بزرگ. حنث عظیم بیشتر مفسران گفتن شرک. اصرار می‌ورزیدند به چه معنی؟ یعنی همیشه مرتکب شرک بودند، همیشه، چون شرک را برای خودشون عبادتی می‌دانستند، خب همیشه انجام میده انسان. این شرک بود و الان این انکار قیامت. و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما. آنان میگفتند هرگاه ما بمیریم در دنیا میگفتند هرگاه ما بمیریم و بعد از مردن و کنا ترابا و عظاما، و ما تبدیل به خاک بشیم، تبدیل به استخوان بشیم. همیشه استدلال اهل شرک همینه، همه چیز را با ترازوی عقل ناقص خودش می سنجد. ائنا لمبعوثون، آیا ما دوباره مبعوث میشیم؟ دوباره از قبرها بلند میشیم؟ قل او آباؤنا الاولون، یا آبای اولین ما، پدران گذشته ما دوباره بلند میشن؟ الله تعالی می فرماید که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. شما نه، پدرانتون نه، بلکه اول و آخرتون، اولین انسان ها، آخرین انسان ها، همه و همه لمجموعون الى میقات یوم معلوم، به میقات و میعاد روز مشخص جمع میشید که اون میقات روز قیامت است. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، اونجا که جمع بشید برای شما چه پذیرایی آماده شده؟ ای گمراهان، ای تکذیب کنندگان قیامت، ای تکذیب کنندگان توحید.
الله می فرماید ثم انکم ایها الضالون المکذبون، ای گمراهان تکذیب کنندگان، لآکلون من شجر من زقوم، شما اونجا میخورید از درخت زقوم، درخت خاردار تلخی که یتجرعه ولا یکاد یسیقه، انسان میخواد اون بخوره اما از گلو پایین نمیره، از بس تلخه. با وجودی که از گلو پایین نمیره، با وجودی که بسیار خار داره که خارهایش روده های انسان را تکه پاره میکنه، ولی باز هم اینا چنان گرسنه‌اند و چنان تشنه‌اند اهل جهنم که شکمشون را و معدهشون را از این زقوم پر میکنن و چنان تشنه هستند که آبجوش که کسی نمیتونه به دهن بذاره، اینها آبجوش سر میکشند. الله میفرماید لآکلون من شجر من زقوم، میخورند از درختی که از زقوم هست، فمالئون منها البطون، پر میکنند از آن، پر کننده هستند از آن شکمها را، فشاربون علیه من الحمیم، پس می نوشند بر آن از آب داغ و آب جوش. چگونه می نوشند مگه میتونند؟ الله می فرماید فشاربون شرب الهیم، اینها می نوشند نوشیدن هیم شتر را میگن، شتر خیلی تشنه را میگن. شما میدانید که شتر زیاد تشنه نمیشه، چون که شتر الله عزوجل در سیستم بدنش یک مشکیزه ذخیره براش گذاشته که هر وقتی که آب بخواد بخوره اون مشکیزه را اول پر میکنه، اون ذخیرهش میشه، بعدا آب می نوشه. بعد از اینکه شتر در صحرا و در بیابان چندین شب و روز آب نمیبینه، کم کم اون آب را مصرف میکنه. شتر زمانی تشنه میشه که چندین شب و روز از آب فاصله داشته باشه، اون مشکیزش و اون ذخیرش هم تمام میشه. بعد وقتی که میاد سر آب، هر چی که آب تو حوضچه شما بکشید اون همه را سر میکشه. اول خودش را سیراب میکنه، خیلی آب می نوشه شتر، و بعد از اینکه آب نوشید بعد اون مشکیزه را پر میکنه، یعنی ذخیرش را دوباره پر میکنه. پس این شتر بیش از حد می نوشه. این انسان مثل همون شتر تشنه، شتری که چندی روز آب ندیده، مثل اون این حمیم را، آب جوش را الله پناه بده، همه را سر می کشد. فشاربون شرب الهیم، رب سبحانه و تعالی می فرماید هذا نزلهم یوم الدین، این مهمانیشون هست، این پذیراییشون هست روز جزا. لذا بعد از این که خدای عزوجل سه گروه را ذکر کرد و جزا و پاداش سه گروه را، حال الله عزوجل می پردازد به دلائل عقلی. این دلائل عقلی هم اثبات کننده توحیدند و بعضی از اینها هم اثبات کننده قیامتند. الله می فرماید نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ای انسان ها ما شما را آفریدیم. انسان همهشون اعتراف دارن که خالق الله است، حتی مشرک هم میگه خالق الله است. پس وقتی که میدونی خالقت الله است، به همون خالقیت الله فکر کن و نتیجه بگیر. فلولا تصدقون، چرا شما تصدیق نمی کنید؟ چرا باور نمی کنید؟ پس چرا تصدیق نمی کنید؟ بعضی گفتن فلولا تصدقون التوحید، وقتی که میدانی خالق یک خداست، چرا اله و معبود هم یک خدا را نمیدونی؟ توحید همینه، وقتی که خالق تنها او هست، پس معبود هم تنها او هست. بعضی گفتن فلولا تصدقون البعث،
بعث بعد الموت را، زنده شدن بعد از مرگ را، پیدایش قیامت را. یعنی وقتی که تو ای انسان میدونی تو را الله خلق کرده، پس چرا بعث بعد الموت را تایید نمی کنی، تصدیق نمی کنی؟ اونجا هم خدا خلق می کند، اونجا هم دوباره الله پیدا می فرماید. الله می فرماید فلولا تصدقون. حال چند تا نمونه از قدرت وقتی که ثابت بشه که الله قدرت داره، پس قدرت بر احیاء موتا هم داره، زنده کردن مرده ها هم داره. الله می فرماید افرأیتم ما تمنون، خبر بدهید به من آن آب منی، آن قطره منی که شما اون را میریزید. یک قطره هست منی بی جان، بی روح، بدون حیات، هیچ حیاتی توش نیست. شما میگید که مرده زنده نمیشه، همین منی هم یه مرده ای هست، یه نمونه ای. چطور زنده میشه؟ لذا الله میفرماید اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شما بعد پیدایش میکنید یا ما؟ خالق شما نیستید، خالق مایم. الله عزوجل در میان انسان ها خیلی را بی اولاد قرار میده. اگه کار خود انسان بود خب میتونست. بعضی ها بی اولادن تا عجز ما ظاهر بشه که ما انسان ها توان ما نیست. بعضی ها دلشون میخوان پسر داشته باشن، همش دختر دارند، عجزشون معلوم میشه. بعضی ها پسر دارن میخوان دختر داشته باشن، بازم ندارند. پس الله عزوجل به هر شکلی که بخواهد یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. به هر شکلی که الله بخواد قرار میده. لذا نشان میده عجز ما را که ما عاجزیم، هرچی ما بخواهیم نمیشه، هرچی خالق بخواد میشه. لذا الله می فرماید اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا شما پیدایش میکنید یا ما؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل. الله از این قدرت ها استنباط میکنه، استدلال میگیره. همونطور که ما شما را آفریدیم برای شما مرگ هم تعیین کردیم. نحن قدرنا بینکم الموت، ما بین شما مقدر کردیم، حد و اندازه زدیم مرگ را. فلان وقت فلان میمیره، فلان وقت فلان. و ما نحن بمسبوقین، ما مسبوقین نیستیم. مسبوق به معنی مغلوب اینجا هست که دیگه کسی سابق باشد و ما مسبوق بشیم، کسی از ما پیشی بگیرد، کسی غالب بشه، قدرتش بیشتر باشد. ای لا یغلبنا احد، کسی بر ما غالب نمیشه. مغلوب نمیشیم. از چی مغلوب نمیشیم؟ علی ان نبدل امثالکم، بر اینکه مثل شما و شبیه شما انسان ها دوباره پیدا کنیم. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، و شما را دوباره زنده کنیم در آنچه که شما نمیدانید. یعنی ما از این مغلوب نیستیم، ما عاجز نیستیم که دوباره شما را زنده کنیم. میتونیم. ببینید ذاتی که اول میتونه آخرم میتونه. ابتدا ما را الله عزوجل پیدا کرد بدون الگو، اما آخر الگویی هست، همین مایی که اینجا هستیم همین ما درست میشیم. لذا الله می فرماید ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. ای انسان ها، شما پیدایش اول را میدانید. هر کس میدانی که اول شما را خدا پیدا کرده. فلولا تذکرون، چرا از این پند نمیگیری برای پیدایش دوم؟ چرا متوجه نیستی که بعدا هم خدا پیدا میکنه؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. دلیل دوم را، دلیل عقلی دوم را الله بیان می فرماید. این هم نمونه مثل همون منی یک قطره بیجان هست، از اون یک انسان
جاندار و زنده درست میشه. بذر هم یک موجود بیجان هست، بدون حیات است میندازی. یه سبزی که حیات دارد، زراعتی که حیات داره، حیات نداشت امروز مثلا 1 متر، فردا 1 هفته دیگه 1.5 متر میشه، هی رشد میکنه. این دلیل حیاتشه. دیروز یک جوانه کوچیک بود، الان یک ساق بزرگ داره، این دلیل حیاتشه. لذا الله می فرماید افرأیتم ما تحرثون، آیا شما خبر بدهید به من آنچه که شما کشت میکنید. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا این زراعت را شما انجام میدید، این کشت را شما انجام میدید، یا مایم کاشتکار اصلی؟ کاشتکار اصلی مایم یا شمایید؟ الله هست. دلیلش اینه لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ما بخوایم آن را حطام قرار میدیم. حطام یعنی ریزه ریزه، خورد خورد. چنانچه بعضی وقت میشه من کشاورز دلم میخواد که فردا گندمم را درو بکنم، میبینم آفتی آمده، همش پودر شده، همش آشغال شده، همش خراب شده، کرم زده. لذا الله میفرماید پس اینجا معلوم میشه که شما مؤثر نیستیم، مایم مؤثر. الله میفرماید لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ما میخواستیم این را ریزه ریزه تکه تکه قرار میدادیم. فظلتم تفکهون انا لمغرمون، در اون صورت شما فظلتم میگشتید، تفکهون میگفتید، یعنی این حالت تفکهون تقولون، میگشتید که میگفتید انا لمغرمون، ما زیر بار رفتیم، ما تاوان دادیم. یعنی شما چندین تن برنج، چندین تن گندم یا بذر شما میریزید، وام میکنید، قرض میکنید، اینا بلند میشه، شما فکر میکنید شمایید. فردا که آفتی میاد الله همه را از بین میبره، شما میگه من خیلی تاوان کردم، خیلی زیر بار رفتم. بله این الله بود. الله میخواد نشان بده که کار تو نبود، کار من بود. لذا این دلیل دومه. الله میفرماید از این دلیل بفهمه انسان که الله قدرت داره، الله معبود یگانه تو الله هست و این ذاتی که قدرت داره دوباره میتونه تو را زنده بکنه بعد از مرگ. دلیل سوم افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا شما خبر بدهید از آن آبی که می نوشید. همه این نعمت ها را اطرافمون داریم ولی متاسفانه کمتر به این نعمت ها فکر میکنیم. الله می فرماید این آبی که شما می نوشید اانتم انزلتموه من المزن، آیا شما آن را نازل می کنید از ابر، ام نحن المنزلون، یا ماییم که نازل می کنیم. گاهی شما 1 سال 2 سال 3 سال هی دنبال میکنید چرا باران نمیباره. الله میخواد نشان بدین طبیعت نیست، به صورت طبیعی نیست، این داد و دهش الله است. هر وقت بخواد میاره، بخواد نمیاره. الله میفرماید لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ما بخوایم قرار میدهیم همین آب را تلخ، چنان تلخ بشه که شما نتونید بخورید. لذا چرا شاکر نیستید، سپاسگزار نیستید؟ فلولا تشکرون، چرا شما شکر نمی کنید؟ چرا شما سپاسگزاری نمی کنید و در مقابل رب خودتون تسلیم نمیشید؟ و دلیل چهارم، عقلی چهارم، الله می فرماید افرأیتم النار التي تورون، آیا شما خبر بدهید به من از آن آتشی که روشنش می کنید، آتشی که شما اون آتش را روشن می کنید. اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شمایید که درست کردید درختش را یا ما درست کردیم؟ شما خلق کردی یا ما خلق کردیم؟ آتش از درختی هست در اون بلاد عرب 2 تا درخت بودند، یکی به نام کرخ، یکی به نام عفار. کرخ و عفار، عرب ها وقتی که تو جنگل می رفتند این درختان کرخ و عفار بودند،
از یک شاخی از کرخ برمی داشتن، یکی از افار. هر وقتی میخواستن آتش روشن بکنن اینا را به هم میزد، آتش روشن میشد. قدرت الله خاصیت این دوتا داشتن که به هم برخورد میکردند، آتش روشن میشد. لذا الان در مناطق ما مثلا این گوگرد هست. خب اون درخت را شما درست کردید، این گوگرد را شما درست کردید یا ما؟ این آتش که یکی از نیازهای شماست. الله می فرماید اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شما درختش را پیدا کردید یا ما پیدا کردیم؟ نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین، الله می فرما ما این را قرار دادیم پند و اندرزی برای شما. شما از این استدلال بگیرید، از این شما به حقانیت ربتون و به قدرت او پی ببرید. و متاعا للمقوین، و بهره گرفتنی هست برای مسافران. مقوین اون مسافرانی را میگن که تو جنگل ها گاهی نیاز به آتش پیدا میکنند، گاهی برای روشنی، گاهی برای گرمی، گاهی برای پخت و پز. لذا الله میفرماید ای انسان، بعد از اینکه به این نتیجه رسیده ای مسلمان که همه این قدرت ها در دست لایزال هستند، الله است که برای نیاز ما، برای رفع حاجت ما همه اینها را آفریده، پس به وظیفت عمل کن. وظیفه تو چیه؟ فسبح باسم ربک العظیم. این مدعای سوره هم هست. پس تسبیح بگو به نام ربت، یعنی پاکی رب را بیان کن. وقتی که در این قدرت رب یگانه هست، تنهاست، پس پاکی خدا را بیان کن. یعنی هیچ شریکی با او نگیر، هیچ همسر و همتایی برای او قائل نباش، هیچ فرزند و ولدی برای او و هیچ عیبی برای او درست نکن. تسبیح به معنی پاکی، تقدیس، تنزیه. فسبح باسم ربک العظیم. این مدعای سوره هست. در سوره رحمان خواندیم که برکات دهنده او هست. در این سوره میخوانیم که تسبیح و حمد و تقدیس او را شما بیان کنید. فلا اقسم بمواقع النجوم. الله عزوجل در این بخش پایانی درباره عظمت قرآن دوباره این سه گروه می آید. سه گروه اول با اجمال ذکر شدن، بعدا با تفصیل، در پایان با اجمال دوباره. اما اینجا درباره عظمت قرآن، چه کتاب مقدسی هست. الله سوگند یاد می کند. فلا اقسم بمواقع النجوم. این لا که در اول اقسمو هست، هر جا این لا را زاید گفتن. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامه، لا اقسم بمواقع النجوم. ای اقسم، سوگند به محل غروب ستارگان. مواقع النجوم اون مواقعی را میگن که ستاره میره غروب میکنه. ستاره که غروب میکنه، میدونی دلیل چی هست؟ دلیل این هست که چندین دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که ستاره پرستان این ستاره را که میدیدن میدرخشد، یکی از مظاهر بود، مظاهر قدرت الله. اما این را با الله اشتباهی میگرفتن، این را خود الله و خود خالق میدانستن، ستاره را پرستش میکردن. پس وقتی که غروب میکنه دلیل بر این که معبود نیست. دوم اینه که ستاره که غروب میکنه دلیل بر اینه که هر چیز غروب میکنه، هر چیز پایانی دارد و این دنیا هم پایانی دارد. و انه لقسم لو تعلمون عظیم. الله به صورت جمله معترضی میفرماید این سوگند اگر شما بدانید و فکر کنید روی اون سوگند، سوگند بسیار بزرگی هست. به هر حال الله سوگند یاد کرد به غروب ستاره که چی؟ انه لقرآن کریم. همانا این که تلاوت میشه قرآن کریم هست، قرآن معزز هست. فی کتاب مکنون، در لوح محفوظ. اونجا در لوح محفوظ قرآن کریم. لا یمسه
الا المطهرون. در تفسیر لا یمسه الا المطهرون اختلاف است. بعضی معتقدند که لا یمسه صفت کتاب است، یعنی صفت لوح محفوظ. منظور اینه که آن لوح محفوظ را دست نمیزنند، به این معنی که اونجا ورود پیدا نمی کنند مگر مطهرون، فرشتگان پاک، یعنی اونجا جای جنات نیست، جای شیاطین نیست، جای ارواح خبیثه نیست، اونجا جای فقط فرشتگان پاکه. به این خاطر مطمئن باشید که دستبردی انجام نمیگیرد در قرآن، چون مخزن قرآن اونجاست. بس الله می فرماید که لا یمسه الا المطهرون. مس اینجا به معنی ورود است، معنی مرادی هست، یعنی اونجا ورود پیدا نمی کنند مگر فرشتگانی که اونها پاکند، پاکیزه هستند. اونها که قرآن را نازل می کنند از اونجا می آورند تنزیل من رب العالمین. اما یک تفسیر دیگه که بیشتر تفسیر متبادر است و معروفتر است، اون اینه که لا یمسه الا المطهرون صفت کتاب نیست، چون مراد از کتاب لوح محفوظه، صفت قرآن است. انه لقرآن کریم. الله می فرماید این قرآن کریم هست، این را دست نمیزنه. صیغه نفی هست، اما به معنی نهی هست. به معنی چی هست؟ این فصیح‌تره که نفی به معنی چی بشه؟ نهی باشه. دست نمیزند یعنی دست نزند، اجازه نداره قرآن را دست بزنه الا المطهرون، مگر انسانهای پاک، انسانهای پاکیزه از حدث اصغر و اکبر. تمام علما هم اتفاق نظر دارن. البته امام بخاری رحمه الله اینجا تفرد دارد. امام بخاری به این اعتقاد ندارد، چون این تفسیر اون تفسیر اول را میگه. بقیه علما اعتقاد دارن که دست زدن قرآن در صورت بیوضوعی درست نیست. لذا الله می فرماید لا یمسه الا المطهرون، این را دست نزند مگر انسانهایی که پاک هستند از حدث اصغر و اکبر. تنزیل من رب العالمین، الله می فرماید این نازل کرده ذات رب العالمین است که تدریجا این را نازل کرد. افبهذا الحدیث انتم مدهنون، آیا به این سخن، نسبت به این سخن شما معرضید؟ مدهنون یعنی معرضون، اعراض میکنید، روی گردانی میکنید. ببینید که این کتاب که از جانب رب العالمین است، در لوح محفوظ است، اونجا فقط فرشتگان پاک میتونن رفت و آمد داشته باشند و انسانهای پاک فقط این دست بزنن، نه کسانی که ناپاکند. این قرآن که دارای این همه ویژگی ها و تقدس است، آیا این قرآن شما قبول ندارید؟ نسبت به این اعراض میکنید؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. و سهم شما از قرآن چیه؟ رزقکم به معنی سهم، حصه، سهم. سهم خودتون این چیز را قرار دادید که تکذیبش میکنید. مثلا یکی از شما میگه سهم من از قرآن اینه که من حفظش میکنم، یکی دیگه میگه سهم من اینه که قرآن را بفهمم و بر او عمل بکنم، یکی دیگه میگه سهم من اینه که بفهمم، عمل بکنم، تبلیغ بکنم. هر یکی یک سهمی تو قرآن داره. شما ای مخالفان، ای دشمنان، سهم شما همینه که شما تکذیب بکنید. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. آیا شما از مرگ نمی ترسید؟ شما بعد از مرگ نمی ترسید؟ لذا الله عز وجل اینجا زجر و توبیخ بیان می فرماید. فلولا اذا بلغت الحلقوم، چرا زمانی که میرسد نفس شما به حلقوم میرسد، یعنی به خرخره میرسد، آخری لحظات.
داری میمیری، بقیه شماهایی که اطراف اون مستحضر هستید، اطراف اون میت هستید، و انتم حینئذ تنظرون، شما بقیه انسان ها اونجا در اون لحظه تماشا میکنید. چرا کاری از دست شما نمیشه؟ شما در سوره مطففین است که تدبیر میکنند و قیل من راق، راق کسی که رقیه میخوانه، کسی که دم میکنه، دم و چوف به اصطلاح. وقتی که آخرین لحظه میرسه و میت داره دست و پا میزنه، عاجز میشن، قیل من راق، چه کسی رقیه خان است، کی دعا خان است، بیاید دعا بخونن نمیره نجات بیابد. الله میفرماید چقدر شما عاجزید. فلولا اذا بلغت الحلقوم، زمانی که نفس به حلقوم میرسد، و انتم حینئذ تنظرون، شما در اون لحظات تماشا میکنید، نگاه میکنید. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما نزدیک تر هستیم به اون مستحضر، مستحضر اون کسی که مرگش حاضر شده، به اون مستحضر نزدیکتر هستیم، ولکن لا تبصرون، اما شما نمی بینید ما را. الله می فرماید ما اونجا حاضریم. خب فلولا، این شرط بود. الله میخواد بگه چرا اون وقت شما نمیتونید روحش را برگردانید. اما در وسط این مطالب آمدند، دوباره لولا تکرار میشه. این را چی میگن؟ اعاده لبعد العهد. الله می فرماید فلولا ان کنتم غیر مدینین، چرا اگر شما جزا داده نمی شوید، غیر مدینین، مالک یوم الدین، دین جزا را میگه، مدینین اگر جزا داده نمی شوید، چرا بر نمی گردانید؟ فلولا ترجعونها، چرا اون روح را بر نمی گردانید، نفس را بر نمی گردانید؟ ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید، چرا نمیتونید مرده را دوباره زنده کنید؟ لذا الله عزوجل می فرماید وقتی که مرگت فرا برسه، مرگ عزیز شما فرا برسه، ما این که او را میبریم، شما کاری از دستتون نمیشه. این انسان مستحضر که بمیره از سه حال خالی نیست، اعاده همون احوال ثلاثه. الله می فرماید فاما ان کان من المقربین، اما زمانی که این مستحضر از مقربین باشد، از انسانهای مقرب، از انسانهایی که خودشون را با طاعت و عبادت و ریاضت به رب نزدیک کردند، فروح و ریحان و جنت نعیم، برای این انسان راحت است و ریحان خوشبویی ها را میگن، انواع گل و سنبل را میگن. در بهشت برایش انواع راحتی و انواع عطرها و خوشبویی ها است. و جنت نعیم، و بهشتی که سراپا نعمت هست. و اما این کان من اصحاب الیمین، اما اگر این انسان، این مستحضر از اصحاب الیمین باشد، از اونهایی که اعمال نامه را به دست راست تحویل میگیرد، فسلام لک من اصحاب الیمین. یقالو فسلام، قبل از اون یقال مقدر است، گفته میشه سلام لک، سلامتی بر تو، یعنی ایمن هستی، ای بهشتی، ای کسی که وارد بهشت میشی، شما در سلامتی هستید. من اصحاب الیمین، از اصحاب یمینی، جایگاه بسیار خوبی در بهشت داری. و اما ان کان من المکذبین الضالین، الله می فرماید اما اگر این انسان از تکذیب کنندگان گمراه باشد، از اون انسانهای کافر مشرک، اونهایی که باور نکردند کلام الله را، تکذیب کردند، اگر از اونها باشد، فنزل من حمیم، ای فله نزل، برای او مهمانی هست، پذیرایی میشه ابتدا با چی؟ با آب جوش.
آب داغ که تمام بدنش را می سوزن. و تصلیت جحیم، ورود جهنم برایش هست، پذیرایی با آب جوش و ورود جهنم. ان هذا له حق الیقین، الله در آخر تاکید می فرماید که این سخن حق و یقینی است، باورش کن مسلمان، شک داشته نباش، هم حق است هم یقینه. پس وقتی که فردای محشر در محضر الله عزوجل انسان حاضر میشه، بهتر نیست در همین دنیا مشغول تسبیح و تقدیس و توحید الله باشد؟ پس نتیجه چی شد؟ نتیجه مدعای سوره فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بگو، پاکی الله را، تقدیس و تنزیه الله از هر عیب، از هر شریک، از فرزند، همسر و همتا. تسبیح اسم ربت را، اون ربی که عظیم هست، یعنی ذات او را از هر شریک پاک بدان و پاکیش را هم اعلام بکن به وسیله سبحان الله سبحان ربی العظیم. این بود سوره مبارکه واقعه که خلاصه این سوره این بود. در این سوره بیشتر گروه های سگانه را، احوال اونها را خواندیم، ابتدا بالاجمال، بعدا بالتفصیل، آخرا بالاجمال. در وسط چند تا از دلایل، 4 تا از دلایل عقلیه بودند. میرسیم به سوره مبارکه حدید. ببینید ما از ابتدا از سوره نجم که شروع شد، در سوره نجم اینو خواندیم که افرأیتم اللات والعزی، هیچ کسی در دربار رب العالمین شفیع قهری نیست. در سوره قمر خواندیم انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیزی یک حد و اندازه دارد. اینایی که شما میگید قدرت دارند، توان دارند، ندارند. در سوره رحمان خواندیم وقتی که همه قدرت در آن الله، در اختیار الله است، مال الله است. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، پس برکات دهنده او هست. در سوره واقع خواندیم فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح الله را هم همواره ورد زبانت بکن و همواره در دل داشته باش. حال در سوره حدید میخوانیم که اکنون که مسئله معلوم شد با این دلایلی که در سوره های گذشته خواندیم، مسئله معلوم شد که تمام قدرت از آن الله است، برکات به دست اوست. پس برای نشر این توحید مال و جانتون را بذل کنید، صرف کنید، خرج کنید. لذا در سوره حدید 2 بحث میاد، بحث انفاق و بحث جهاد. اول بحث انفاق میاد، بعدا بحث جهاد میاد. بعد از سوره حدید 8 سوره هستند، از سوره مجادله گرفته تا سوره طلاق. در این 8 سوره 4 سوره اول بحث جهاد را دارند، 4 سوره بعدی بحث انفاق را دارند. یعنی 4 سوره اول مرتبطا به موضوع دوم سوره حدید، 4 سوره آخر مرتبطا به موضوع اول سوره حدید، یعنی انفاق. حال الله عزوجل در این سوره بعد از اینکه در ابتدای سوره ما دلائل توحید را میخوانیم، انفاق را درباره انفاق سخن میگوید و با 5 تعبیر یا 5 دلیل ذکر میکنه. این 5 دلیل این را اثبات میکنند که شما باید انفاق بکنید، در راه خدا مالتون را خرج بکنید. میرسیم به اون 5 دلیل، اما ابتداءً این از مسبحات است. در اول این سوره تسبیح آمده، یک مناسبتش هم اونه که اونجا فرمود فسبح باسم ربک العظیم، اینجا شروع میشه با سبح لله ما فی السماوات والارض. خود الله هم عرض کنم تقدیس میکند، پاکیش را بیان میکند. الله میفرماید سبح لله، تسبیح برای خدا بیان میکند. بنویسید قالا و حالا، هم به صورت قال هم به صورت حال. چه کسانی این تسبیح کنندگان کیا هستند؟
ما فی السماوات والارض، تمام آن مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. به چه دلیل؟ و هو العزیز الحکیم، علتش است و هو العزیز الحکیم. علت این هست که اون ذاتی هست العزیز، غالب است، کمال قدرت دارد، العلیم، داناست، کمال الحکیم، کمال حکمت دارد. حکمتش زیاد است، قدرتش هم زیاده. می طلبد این چنین ذاتی را همواره تسبیح و تقدیس گفت. 3 مرتبه برای مراتب توحید در این که در اول سوره انعام هم ذکر هستند، الله تعالی ذکر می فرماید اول له ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله پادشاهی، تصرفات، مدیریت آسمان ها و زمین، مدیریت مطلق به دست او هست. و دلیل مدیریت، یحیی و یمیت، زنده می کند او انسان ها را، انفس را، حیوانات را، و یمیت، و او هست که می میراند، و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز قادر است، بر هر چیز توانا است. هو الاول والآخر والظاهر والباطن، الله آن ذاتی است که هو الاول، او اول است. اول است به این معنی که شما در عقیده هم خواندید، هو الاول بلا ابتداء، ابتدایی ندارد، تاریخ نخستی ندارد. والآخر، آخر است بلا انتها، تاریخ پایانی هم ندارد. یعنی چنین روزی نیست که بگیم از اونجا الله عزوجل بلا تشبیه بوده، و چنین روزی که پایانش باشد هم نیست. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که مناجات میکردند میفرمود اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، و انت الاخر فليس بعدك شيء، و انت الظاهر فليس فوقك شيء، و انت الباطن فليس دونك شيء. لذا هر چیز را الله عز ظاهر به معنی غالب هر چیز را میدوند یا مسلط هست بر هر چیز. والباطن، باطن را گفتند عالم، دانا. قرطبی میگه عنا بالظاهر الغالب والباطن العالم. مراد از ظاهر غالب است و مراد از باطن عالم است. لذا الله میفرما او هست اول و آخر، ظاهر و باطن، یعنی هم غالب است و هم عالم به کل شیء است. و هو الباطن میتونیم بگیم تفسیرش اینه و هو بكل شیء علیم، اون ذات به هر چیز علیم و داناست. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را در مقدار 6 روز، چون اون وقت روز نبود، مقدار 6 روز. این بحث را ما به تفصیل خواندیم، چرا 6 روز، چرا تدریجاً بود، چرا در لحظه واحد نبود، و همچنین ترتیب پیدایش زمین و آسمان را 2 بار بحث کردیم. ثم استوى على العرش، سپس اون ذات مستوی شد بر عرش. یعلم ما یلج فی الارض، میداند آن ذات آنچه که وارد میشه در زمین. اون اول خاصه قدرت الله بود، الان خاصه علمی الله را میخوانیم. یعلم ما یلج فی الارض، هر چیزی که وارد زمین بشه الله میداند. مثلا چی وارد زمین میشه؟ من البذر والمطر والکنوز والموتى، تو زمین بذر میکنی تخم را، الله میدونه این تخم کجا افتاد. باران قطرهاش کجا میره قرار میگیره، خزانه ها کجا دفن هستند، مرده کجا قرار داره، کجا دفن، همه چیز را الله میداند. یعلم ما یلج فی الارض، اینها وارد زمین میشن. و ما یخرج منها، آنچه که از زمین خارج میشه،
از زمین چی خارج میشه؟ این بذل را که شما میکارید نبات خارج میشه، از زمین مرده زنده میشه. زمین چیزهای مختلفی داره. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، خاصه دوم الله تعالی، آنچه که نازل میشه از آسمان. از آسمان چی نازل میشه؟ معمولا دو چیز، یا باران میاد یا فرشته ها برای انجام مأموریت می، اینا همه را الله میدانه. و ما یعرج فیها، اون چه که به سوی آسمان عروج میکنه الله میدانه. از زمین به آسمان چی میره؟ فرشتگان میرون، نه گزارش میدن. بعضی وقتا دعاهای بندگان صالح، دعا از اینجا میره به آسمان. اعمال شما، عملی که انجام میدید، اخلاص شما، اینا را الله همه را میداند. لذا الله می فرماید و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، اون چه که از آسمان میاد، اون چه که به سوی آسمان میره. و هو معکم اینما کنتم، اون ذات با شماست هر جا شما باشید، هر جا شما باشید. مراد از معیت الله عزوجل علم است. هر جا باشی، در قعر خانه تاریک باشی، تو جنگل باشی، تو جزیره تنها باشی، الله عزوجل میداند، از تمام لحظات شما خبر دارد. این خاصه دیگر علمی است. والله بما تعملون بصیر، الله به اون چه که شما عمل میکنید هم بیناست، هم عمل شما را میبیند و هم میداند. و دیگه از قدرت های الله، اینا همه بعد از ثم استوى علی العرش میان. نه یک پادشاه میتونه این همه تصرفات و این همه اختیارات داشته باشه، اون پادشاهی که مطلق پادشاه باشد بر زمین و آسمان، بر ذرات و جزئیات و کلیات. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، الله داخل میگرداند یولج اللیل فی النهار، شب را در روز، و یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب. این هم دو تفسیر قبلا عرض کردم. یکی اینه که اجزاء شب را در روز، مثلا شب 12 ساعته، روز هم 12 ساعته، اجزاء شب در روز داخل میشن. روز میشه 14 ساعت، شب میشه 10 ساعت. روز میشه 15 ساعت، شب میشه 9 ساعت. باز برعکس، کم کم آخر اجزای روز را میزنه به شب، شب طولانی میشه. در زمستان اینطور میشه، نه؟ شب میشه 15 ساعت 16 ساعت، روز 8 ساعت 9 ساعت. لذا الله هست که اینها را بر اساس نیازات شما و بر اساس فاصله ها الله تعالی این تداخل را، این دخول را انجام میده، دخول شب در روز و روز در شب. و بعضی گفتن نه، مفهوم چیزی دیگه هست. اون چیزی که هر روز ما میبینیم شب را در روز داخل میکنه. الان مثلا روز هست، وقت شب نیست، در این روز ها شب داخل میشه، یعنی کم کم وارد میشه تاریکی، روز جمع میشه، همه جا شب میشه، روز رفت. باز شب هست، روز را از اون طرف داخل میکنه، دوباره میاد داخل میشه و شب را کم کم از بین میبره، که این کنایه میشه یعنی از شب و روز را بر شما میبرد و میارد. و هو علیم بذات الصدور، اون ذات علیم هست، داناست به اسرار سینه ها. لذا شما بدانید که از ته دل شما، از ته قلب شما، از درون شما الله تعالی و از تخیلات شما حتی مطلع است. آمنوا بالله و رسوله، این نتیجه این دلائل است. الله تعالی می فرماید بعد از این که متوجه شدی قدرت مطلق، علم مطلق، تصرف مطلق از آن الله است، پس ایمان بیاور. آمنوا بالله و رسوله، ایمان به الله و ایمان به رسول دو تا اصل هستند، توحید رسالت. و انفقوا، این تعبیر اول برای جهاد، برای انفاق است. خدا می فرماید که شما خرج کنید. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید ایمان از قبل حاصل است،
اینجا که آمینو را آورده، این آمینو را تفسیر کرده با و انفقو، واو تفسیریه است. ایمان بیاورید یعنی بعضی از مقتضاهای ایمان را شما بجا بیاورید. مقتضا ایمان زیاده، مثلا ایمان میطلبد تو نماز بخوانی، ایمان میطلبد تو حج بری. یکی از مقتضاهای ایمان چیه؟ و انفقو، خرج کنید. پس چون که میفرمای موضوع سوره انفاق است، این آمینو تفسیر میشه به چی؟ به و انفقو. اما خدمت شما عرض کردم در این سوره مبارکه 5 دلیل برای خرج کردن است، 5 تعبیر است. این تعبیر اول، ببینید خداوند چه جالب تعبیر میفرماید تا برای شما خرج کردن آسان باشد. الله میفرماید خرج کن از اون مالی که ما شما را خلیفه قرار دادیم، ما شما را جانشین قرار دادیم. این زمین مال شما نبود، خدا شما را وارث قرار داد. این پاساژ مال شما نبود، این باغ، این قنات، این منزل، این مال، ما شما را خلیفه قرار دادیم. پس در واقع مالک اصلی خداست، چون امروز به دست شما از فردا به دست دیگری هست. دیروز همونطور که به دست دیگری بود، دیروز شما هیچ چی نداشتید، شما از مادر متولد شدید هیچ چی نداشتید، ما بودیم که این همه را به شما دادیم. پس یک روز شما دست خالی میری، باز برای ما میمانه. وقتی که انسان تصور بکند که اول مال خدا بوده، آخر مال خداست، من خرج بکنم یا خرج نکنم مال الله است، پس چه بهتر که خرج بکنم تا او راضی و خوشنود بشه. بنابراین با این تعبیر و با این تصور خرج کردن در راه الله چی هست؟ آسان تر. لذا این تعبیر اول و دلیل اول است. الله می فرماید و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی، خرج کنید از آن مالی که قرار داد الله شما را خلیفه در آن مال، شما را جانشین. فردا شما هم می میرید، دیگران جانشین می شوند. پس علامه آلوسی اینطور تفسیر کرده، میگه عبر جل شأنه عما بأیدیهم من الاموال، این مالی که در دستشون هست الله تعالی تعبیر میفرماید از این مال تحقیقا للحق و ترغیبا فی الانفاق. چطور؟ ترغیب فی الانفاق، فإن من علم ان الله تعالی انما هو بمنزلة الوکیل، هر کسی بداند که خداوند به منزله وکیل است، یصرفه الى ما عینه الله تعالی، هم این مال الله است و این انسان به منزله وکیل است. پس این انسان مال را خرج میکنه به اون مصرفی که الله گفته، الى ما عینه الله تعالی من المصارف و هان علیه الانفاق. اون وقت انفاق برای انسان آسان میشه. وقتی که من تصور بکنم این مال من نیست، این را من از پدر به ارث بردم، فردا فرزند از من به ارث میبرد، پس این خدا من وارث قرار داده. در حقیقت مالک اصلی خود خداست. بعد برای من خرج کردن آسان میشه، چون من مالک حقیقی نیستم. بله. فالذین آمنوا، اینجا بشارت و ترغیب الی الانفاق است. آنانی که ایمان به خدا می آورند از شما و انفقوا و انفاق می کنند، لهم اجر کبیر، برای آنان اجر بسیار بزرگ است. خب و ما لکم لا تؤمنون بالله، بحث ایمان و خرج کردن بود. حال الله عزوجل تنبیه می فرماید، تذکر میده چرا به خدا ایمان نمی آورید. شیخ می فرماید لا تؤمنون بالله یعنی لا تنفقون لله، چرا برای خدا خرج نمی کنید، در حالی که والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول شما را فرا می خواند تا که ایمان بیاورید به ربتان، یعنی انفاق کنید در راه رب. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، پس از قبل مؤمن بودیم، بنابراین لتؤمنوا بمعنی لتنفقوا بود. از شما پیمان گرفته که شما
خرج کنی در راه الله. اقتضای ایمان همینه، ایمان همینه میطلبه. پس چرا خرج نمی کنی؟ یا چرا به مقتضای ایمان عمل نمی کنی؟ هو الذي ينزل على عبده آیات بینات. اینجا الله عزوجل در لابلای بحث انفاق، چون همه این مطالب زیبا از طریق قرآن است، فضیلت این کلام را بیان می فرماید. الله می فرماید هو الذی ینزل علی عبده، الله آن ذاتی هست که بر بنده خودش نازل می کند آیات بینات، آیات واضحات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکه الله شما را بیرون کند به وسیله این آیات از شرک و کفر و ظلمات تاریکی ها به سوی نور، به سوی ایمان و معرفت. و ان الله بكم لرؤوف رحیم، بدون شک الله عزوجل نسبت به شما رأفت دارد و مهربان است. الله عزوجل مهربان است و این مهربانی الله عزوجل و رأفت الله عزوجل باعث شده چنین کتاب مقدس و چنین راهنما و روشنگری برای شما بفرستد. و ما لكم الا تنفقوا في سبیل الله، مجددا بحث انفاق، اما این دلیل دوم است، تعبیر دوم است. چه شده شما را خرج نمی کنید در راه الله، در حالی که ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان ها و زمین مال الله است. مطلب چیه؟ چه خرج بکنی چه نکنی، هر چی میماند شما همه میمیرید، برای الله میماند. بس وقتی که همه برای الله میماند، تو میمیری، این باغ میماند، تو میمیری، این منزل میماند، مغازه میماند، این پولها میماند، این دلارها برای الله میمانند. بهتر نیست الان در حیاتت برای رضای الله مصرف بکنی؟ باز هم وقتی که انسان فکر بکند که همه برای الله میمانند، انفاق آسانتر میشه. باز الله عزوجل تفاوت درجات انفاق را بیان میفرماید. هر انفاق خوب است، هر خرج کردن در راه خدا خوب است، اما خرج کردن زمانی که احتیاج بیشتر است و نیاز بیشتر است، نیاز انسان ها اون وقت خیلی لطف دارد. الله می فرماید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، برابر نیستند آنهایی از شما که انفاق کردند قبل از فتح مکه و همچنین جهاد کردند در راه الله. اونایی که قبل از فتح مکه زمان سختی بود، زمان مشکلات بود، اونها برابر نیستند با اونهایی که بعد از فتح مکه خرج کردند و جهاد کردند. اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، اینها اعظم هستند از نظر درجه، از نظر مرتبه و جایگاه از اونهایی که انفاق کردند بعد از فتح مکه و جهاد کردند. این زمان دیگه زمان یسر بود، الله همه چیز را فراهم کرده بود. علی ای حال، چه اون وقت خرج کرده چه این وقت. و کلا وعد الله الحسنى، هر یک را الله عزوجل وعده بهشت داده. وعد الله الحسنى، همه وعده بهشت دارن، البته با تفاوت درجات، درجات بعضی بالا بعضی پایین. البته تفاوت درجات هم به اعتبار زمان و نیاز خرج کردن و هم به اعتبار اعمال است. علامه قرطبی نوشته و کلا وعد الله الحسنى، این کلا کیا هستند؟ ای المتقدمون المتناهون السابقون، اونایی که قبلا بودند، متقدم بودند، سابق بودند. والمتأخرون اللاحقون، اینایی که بعدا آمدند و ملحق به اونها شدند. همه را وعدهم الله جمیعا الجنه مع تفاوت الدرجات، به همه الله وعده بهشت داده، درجات متفاوته. والله بما تعملون خبیر، اینجا ترغیب به اخلاص، آنچه که شما عمل میکنید الله خبر داره، پس برای خدا بکن که الله از همه احوال شما اطلاع داره. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، این دلیل سوم انفاق و تعبیر سوم انفاق است. الله می فرماید که
خب خرج نمی کنی، به خدا قرض بده، وام بده، چنان وامی بده که چند برابر بهت بده. اینم انسان را تشویق میکنه. من 1 میلیون تومان میدم، فردا 700 برابر، بستگی به اخلاص انسان داره. 700 میلیون به من میده، بیشتر از اون هم میده. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 1 دانه 700 دانه. لذا الله می فرماید من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، چه کسی هست اون که قرض بده به الله قرض حسنه، چنان قرض حسنه که فیضاعفه له، چند برابر میگرداند الله برای او، و نه تنها این مال را بلکه وله اجر کریم، برای او اجر و پاداشی معزز است. الله به او یک عزت خاصی عنایت می فرماید. وله اجر کریم کجاست؟ این پاداش اخروی است، روزش تعیین شده. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، الله می فرماید اون روزی خواهد بود که مؤمنین و مؤمنات را شما می بینید. یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، می دود نور اونها دوان هست، نور آنها بین ایدیهم و بایمانهم، جلویشان و دست راستشون. هر مؤمنی که در روز قیامت از جاهای سخت بالخصوص از پل صراط عبور می کند، نورش دوان در کنارش هست، پیشا پیشش هست. اما این نور حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید بستگی به عمل انسان داره. هرچه عمل بیشتر باشه نورم بیشتره، هرچه موتورخانه قوی تر باشد نور بیشتر میشه دیگه. نه؟ عن ابن مسعود رضی الله عنه یؤتون نورهم على قدر اعمالهم، نور به اندازه اعمال انسان ها به اونها داده میشه. بشراکم الیوم، تکریم مؤمنان. ای مؤمنان مژده برای شما امروز، جنات تجری، این بیان بشراست. اون بشرا چیه؟ جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، بشرا و اون مژده اینه که بهشتی و باغاتی که جاری است از زیر درختان و کاخهای و نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون جنات هستند. ذلك هو الفوز العظیم، این فوز و رستگاری بزرگی است. الله عزوجل تصویری بیان می فرمایند از اون روز که در این برای ما معلوم میشه که چقدر واقعا نور در اون روز لازم است. بعضی ها که نور ندارن چطور سرگردانند، چطور در قعر جهنم می افتند. الله می فرماید یوم یقول المنافقون والمنافقات، روزی که مردان منافق و زنان منافق میگویند للذین آمنوا، به مؤمنین میگویند انظرونا، به سمت و سوی ما نگاه کنید، نقتبس من نورکم، ما اقتباس میکنیم برای خودمون از نور شما، ما هم میخوایم از نور شما استفاده کنیم. بلا تشبیه عرض میکنم، گاهی تو جاده ماشینی نورش خرابه، سعی میکنه که در ضوء نور دیگر، در پرتو نور ماشین دیگه بره که راه را ببیند تو جاده. لذا اونجا چنین حالتی، منافق میگه شما طوری به بهشت برید، شما از این مسیر طوری رد بشید که خیلی خطرناکه، ما میافتیم، به ما هم نگاهی بکنید که ما از نور شما بهره بگیریم. اما مخلصین مؤمنین چه جواب میدن؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، گفته میشه. الان از طرف کی گفته میشه؟ بعضی مفسرین گفته از طرف همین مؤمنین، بعضی میگه از طرف ملائکه. به این منافقین گفته میشه نه، الان برای شما نوری نیست. ارجعوا وراءکم، برگردید پشت سرتون در دنیا، فالتمسوا نورا، از اونجا این نور از اینجا پیدا نمیشه، این اونجا گیر میاد. بله عزیزم، محل دریافت نور اینجا دنیاست. برای آخرتتون نور ذخیره کنید.
اثر عبدالله ابن مسعود را خواندم که این نور با چی بیشتر میشه؟ با اعمال زیاد. هر چی که اعمال شما بیشتر باشد، نور شما، ذخیره شما انشاءالله بیشتر خواهد بود. هر چه نماز، تسبیح، تقدیس، یاد الله، تلاوت قرآن، درود شریف، طواف، روزه بیشتر باشد، نور هم بیشتر. الله می فرماید فضرب بینهم بسور له باب، پس بین اینها نصب میشه و زده میشه دیواری و حائلی که اون دیوار دری دارد. باطن اون در بهشت باز میشه و ظاهرش در جهنم. باطنه فیه الرحمه، کیفیتش را الله بهتر میداند. هنوز اونجا نرفتیم، الله من شما را به بهشت ببره، اونجا میبینیم. باطنه فیه الرحمه، باطن این در آن رحمت است، یعنی بهشت. و ظاهره من قبله العذاب، ظاهر این در، اون طرف این در از جانبش عذاب هست. حالا این منافق فریاد میزنه چرا از ما فاصله گرفتی؟ چرا دور شدی؟ چرا بین ما و شما جدایی افتاد؟ مگه ما تو دنیا با شما نبودیم؟ و منافق ظاهرا هست با مؤمن. ینادونهم الم نکن معکم، سؤال منافقین. صدا میزنن مؤمنین را، فریاد میزنن ای مؤمنان آیا ما مگر با شما نبودیم؟ قالوا بلا، میگوین چرا نه؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، اما شما خودتون را در فتنه انداختید، در فساد قرار دادید. چطور؟ و تربصتم، اینها سبب نزول عذاب شما هستند، اینها سبب بدبختی شما هستند. و تربصتم، شما انتظار میکشیدید، انتظار. و تربصتم بالمؤمنین الدوائر، انتظار چی؟ انتظار مصائب و بدبختی. هر وقتی که مؤمنین شکست میخوردن اینها پایکوبی میکردن، خوشحال میشدند. شما در دنیا ظاهرا با ما بودید، اما همش منتظر بودید که به ما ضربه وارد میشه، خوشحال میشدید. وارتبتم، این علت دوم است. و شما شک داشتید در دین توحید. و غرتکم الامانی، شما را فریب داد الامانی، امانی آرزوهای پوچ، توهمات. الامانی روح المانی نوشته ای الامانی الفارغه التي من جملتها الطمع فی انتکاس الاسلام، آرزوهای بیجا و پوچ و توهمات شما بود که شما را فریب داد. از جمله اونها این بود که شما همیشه فکر میکرده اسلام سرنگون میشه، اسلام شکست میخوره. این تمنا را به دل هم داشتید، هر روز هم تلاش میکردید، هر جا بر علیه اسلام مسلمین توطئه میکردید. لذا شما این بودید، الان شما انتظار دارید با ما مسلمان ها باشید. و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور، شما را نسبت به الله فریب دهنده فریب داد. فریب دهنده کیه؟ شیطان. شیطان شما را فریب داد. لذا الان وقتش نیست دیگه، نمیتونی جبران بکنی. تو دنیا اگر انسان به زندان بیفته میتونه جبران بکنی، نه؟ اگر پارتی داشته باشه هم میشه، اگر پول خوبی داشته باشه به عنوان رشوه بده هم میشه. اونجا الله اینا را نفی میکند. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه، امروز گرفته نمیشه از شما هیچ نوع فدیه‌ای، هیچ نوع رشوه‌ای. ولا من الذین کفروا، و نه از آنانی که کفر کردند هیچ رشوه‌ای نیست. باید چیکار بکنی؟ باید به جایت بری. جایتون کجاست؟ مأواکم النار، جایگاه شما، پناهگاه شما آتش جهنم هست. هی مولاکم، اون دوست شما. و بئس المصیر، اگر فکر میکنی جای خوبیه، خیلی جای بدیه، مرجع بسیار بدی هست. سبحان الله، این آیات باید هر دل سنگ را هم تکان بده. لذا بعد از این آیات الله عزوجل توبیخ میکنه
ای مومن هنوز دلت تکان نخورده؟ هنوز دلت سنگه و هنوز عبرت نمیگیری؟ هنوز دنبال گناه، دنبال معصیت؟ الله می فرماید الم یأن للذین آمنوا، آیا زمان آن فرا نرسیده؟ لم یأن از اون است که آن اون نرسیده، زمان اون نرسیده. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا زمان اون فرا نرسیده که برای مؤمنین که دلهایشون برای پند و اندرز الهی، در مقابل پند و اندرز الهی نرم بشه، فروتنی را اختیار بکنند و ما نزل من الحق، و در مقابل قرآن و از پند و اندرزهای قرآن دلشون تکان بخوره و در دلشون رقت بیاید، نرمی بیاید. آیا زمان اون نرسیده؟ سختی دلها و سنگی دلها بر اثر دوری از خداست، بر اثر غفلت، بر اثر گناه و معصیت، و نرمی دلها از اینجا معلوم میشه با قرآنه، با ذکر. عزیزی چند روز پیش سوال کرد که چیکار بکنیم که دلمون نرم بشه. اینجا نسخه رو ببین، الله فرموده آیا زمان اون فرا نرسیده؟ و این آیات یکی از آیات بسیار مؤثر هست. خیلی از انسان ها هستند که به محض اینکه این آیه را شنیدند هدایت شدند، گفتند که تازه گویا ما تازه این آیه را شنیدیم، تا الان نشنیده بودیم. یکی از اونها حضرت فضیل رحمه الله که یکی از اولیاء هست، حضرت مفتی محمد تقی حفظه الله داستانش را نوشته که این فضیل یک انسان گردن بگیر بود، راهزن بود، دزد بود و چنان لات و قلدر بود که هیچ کس حریفش نمیشد و چنان مشهور بود که تو اون شهر بچه ها وقتی که شبها گریه میکردند، مادرها اونها را لالایی میکردند، بچه اگر نمیخوابید مادر اونها را میترسون، گفت فضیل بیا، تا که میگو فضیل بچه میترسید، چنان فضیل نامش وحشتناک بود. لذا این فضیل یک شب آمده بود یه جای دزدی بکنه، پشت بام خونه منتظر بود که فرصتی گیرش بیاد یه چیزی ببره. صاحب خونه یکی از صالحین بود، یکی از انسانهایی بود که در نیمه شب نماز شبش را خونده بود یا در وقت نماز بود، چون که بهترین تلاوت اونه که در نماز سحر باشد، در نماز تهجد باشد. و انسان وقتی که تنها باشد تو خونه بلند بخانه بهتره، اثراتی داره. این صاحب خانه داشت تلاوت میکرد، فضیل از پشت بام در گوش میکنه. فضیل وقتی که این آیه را شنید احساس کرد که خداوند داره به من میگه. الله چی میگه؟ آیا زمان اون فرا نرسیده؟ ای مومن، ای کسی که در دلت ایمانه، زمان اون فرا نرسیده که بیای به طرف الله، از این پند و اندرزهای الهی دلت متأثر بشه، دلت نرم بشه، از قرآن دلت نرم بشه، توبه بکنی، مثل اهل کتاب سنگ دل نباش. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره درباره کیه؟ یهود هست نه؟ تو سوره بقره خواندیم دلشون سنگه، از سنگم بدتر. الله می فرماید که سنگم بهتر از شما. و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشیت الله. تو سنگ خشیت الله هست، چرا تو دل شما نیست ای اهل کتاب؟ لذا الله اینجا به ما مسلمان ها خطاب میکنه، ای مسلمان، هنوز زمان اون فرا نرسیده، هنوز غفلت، هنوز معصیت، هنوز گناه، هنوز راه شیطان،
آیا وقتش نیست که به سوی خدا بیایی و مثل اهل کتاب سنگدل نباشی؟ فضیل تا این آیه را شنید احساس کرد خدا داره فقط به فضیل میگه، به من میگه. همون جا گریه کرد، گفت بلا قد آن یا رب، ای رب بله چرا نه، وقتش رسیده، وقتش دیگه توبه میکن. از همون جا فضیل برگشت، توبه کرد. و فضیل شب و روز تو بیابان تو جنگل زار زار گریه میکرد و استغفار میکرد. الله عزوجل به این جایگاه رسان، یکی از اولیاء و صالحین زمان خودش شد. لذا بعد از این همه احوال که از احوال قیامت اینجا بیان شد، الله عزوجل به من و شما مؤمنین میگه که زمان این نیست که شما الان دلتون متأثر بشه بیایید به طرف الله، دلتون مقداری نرم بشه. الله می فرماید الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. مراد از ذکر الله، ولقد یسرنا القرآن للذکر، ذکر پند و اندرز است، نصائح قرآنی هست. آیا زمان آن فرا نرسیده؟ برای چه کسانی این خطاب است؟ للذین آمنوا، به اون کسانی که ایمان آوردن به اونها گفته میشه ان تخشع قلوبهم. این فاعل یعنی هست، طلاب عزیز، فاعل یعنی هست. آیا اون آن نرسیده که چی؟ که ان تخشع قلوبهم، که دل مؤمنین فروتنی اختیار بکند، نرمش توش بیاد، تواضع توش بیاد، لذکر الله، برای پند و اندرزهای الهی، و ما نزل من الحق، اون چه که از حق نازل میشه، قرآن در مقابل قرآن. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، الله می فرماید نباید باشند و نباشند این مؤمنین مثل اهل کتاب، کسانی که کتاب داده شدن قبل از این. فطال علیهم الامد، امدشون طولانی شد. امد معنی فرصت و آرزوی زنده بودن، این سبب شد که توبه نکنن. فقست قلوبهم، دلهایشان سنگ شد، سخت شد. و کثیر منهم فاسقون، این ثمره فسق است، بسیاری از اونها ثمره قساوت است، بسیاری از اونها فاسقند به سبب همین قساوت قلبی. بعضی ها توبه کردند. لذا الله می فرماید اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، شما باور کنید، یقین کنید، همانا الله عزوجل زنده می کند زمین را بعد از مرگش، بعد موتها. قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون، همانا این آیات را برای شما بیان کردیم، توضیح دادیم تا اینکه شما، این حکمت تبیین هست، تا اینکه شما از عقلتون کار بگیرید، از تعقل و تدبر به خدا برسید. چون بحث انفاق بود، مجددا ترغیب انفاق، ما دلیل سوم را داشتیم میخواندیم که در اون قرض الحسنه بود. این هایی که قرض حسنه به خدا میدهند پاداششون، الله می فرماید ان المصدقین والمصدقات، اصلش هست متصدقین، همانا کسانی که صدقه میکنند از مردها و زنها. مردها را الله در صدقه جداگانه میاره، زنها را جداگانه. معلوم میشه که رب از هر دوتا جداگانه انتظار داره. ببینید نمازی که مرد میخونه برای زن حساب نمیشه، نه، ولی معمولا تو خونه ها مرد که به یک فقیری چیزی میده به زن میگه تو نده من دادم. یعنی چه؟ هر یکی باید برای خودش بده. لذا این نیکیه که مرد میکنه برای زن حساب نمیشه. فکر نکنه ها اون چیز دیگه است که زکات طلاهایش را میده، اما تبرعات، صدقات نفلی، هر یکی خودش محتاجه، هر یکی خودش تو قبرش نیاز به نور و روشنی داره، هر کسی جدا بده. معمولا زنها نمیدن چون مردها از مغازه صدقه میدن، از تو جیبشون صدقه میدن. نه، زنم به حسب همون توان ضعیف خودش بده، هر کس بده.
و این اینجا هم صدقات فرضی نیست، صدقات نفلیه، صدقات فرضی که برای قشر خاص لازم سرمایه داران. صدقات بقیه صدقات بر تک تک ما هست، بر امیر و فقیر است، بر طالب و ملا هست، بر همه هست. لذا نباید بعضی بگن ما گیرنده هستیم، ما دهنده نیستیم. نه، الله عزوجل انتظار دارد همه صدقه بدند، بیوزن هم بده به اندازه توانش، طلبه بده، مولوی بده، کارگر بده، کارمند بده، تنها سرمایدار نه، هر کسی را الله توفیق ده به اندازه توان خودش، به اندازه وسع خودش. یکی درآمدش مثلا 300,000 تومان در روز، اون 10,000 تومان میده، که 30,000 تومان اون 1000 تومان بده، ولی بده. دادن را انسان وقتی یاد بگیره، در راه الله بده، حب دنیا از قلب خارج میشه. این بهترین اثر صدقه است. این به این نتیجه میرسه این ارزشی نداره. اگر این ارزشی داره، ارزشش اینه که آخرت من آباد میکنه، پس بدم که آباد بشه. لذا الله می فرماید ان المصدقین والمصدقات، به درستی مردانی که صدقه میدهند و زنانی که صدقه میدهند، و اقرضوا الله قرضا حسنا، آنهایی که قرض میدهند به الله قرض حسنا، یضاعف لهم ولهم اجر کریم. دو نتیجه برای اینها بیان میفرماید، یک نتیجه دنیوی، یکی نتیجه اخروی. یضاعف لهم، این نتیجه دنیوی بنویسید، ولهم اجر کریم، این نتیجه اخروی هست. وعده الهی است، تو که پول میده پولت کم نمیشه، تو همین دنیا اضافه میشه. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، صدقات را الله رشد میده. و ما تنفقوا من خیر فهو یخلفه، هرچی از مال خرج کنی الله جایش را پر میکنه، نه به همون اندازه، چند برابر. تجربه نشان داده کسانی که بیشتر میدند خدا به اونها هم بیشتر میده. لذا الله عزوجل فرمود یضاعف لهم، در همین دنیا چند برابر میشه. ولهم اجر کبیر. عرض کردم داستان یک بنده خدایی را که برنج میفروخت، از عزیزان افغانی هم بود. تعریف که برای من گفت یک بار نیازی بود حوزه، 5 میلیون تومان من دادم، دیدم که نیاز هست آوردم، گفتم خب اون زمان 5 میلیون تومان زیاد بود، مال 15 سال پیش شاید. گفتم خدایا 5 میلیون دادم، این بار باری از کویته برای من برنج میاد، 50 میلیون تومان فایده من میخوام. تو گفتی من 10 برابر میدم. سوگند یاد کرد 50 میلیون من نفع بردم. همونطور که انسان باور بکند خدای عزوجل نفع هم بهش میده. لذا الله می فرماید که یضاعف لهم، چند برابر میگردانه برایشان، ولهم اجر کریم، برای اونها اجر و پاداش معززی هست. این در آخرت هست، چنان اجری که انسان به انسان شخصیت میده، جایگاه میده. والذین آمنوا بالله و رسوله، آنهایی که ایمان به خدا دارند و رسول خدا دارند. کسی که ایمان داشته باشه خرج میکنه. اولئک هم الصدیقون و الشهداء، اینها هستند صدیقون و شهدا. صدیقون تصدیق کنندگان، و اینها هستند شهدا. شهید چی کسیه؟ شهید اونی که خرج میکنه، یا مال خرج میکنه یا جان خرج میکنه. الشهید الباذل نفسه و ماله فی سبیل الله، شهید اونه که مالش را و جانش را در راه الله تقدیم میکنه. لذا الله می فرماید اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم، اینها صدیقین هستند و شهدا هستند نزد پروردگارشان. لهم اجرهم و نورهم، برای این افراد است اجرشان، پاداششان، و نورهم، نورشان. در روز قیامت هم پاداش میگیرند هم نوری خواهند داشت. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آنهایی که، اما در مقابل اینها اهل کفر و اهل تکذیب، آنهایی که کفر میکنند و تکذیب میکنند آیات ما را، ثمره کفر و تکذیب چه خواهد بود؟ اولئک اصحاب الجحیم، اینها اهل
جهنم و اصحاب جهنم هستند. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.